ای نام تو بهترین سرآغاز، نامه به نام تو کی کنم باز. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادران و خواهران اهل اسلام. امروز تصمیم گرفتیم باز یک قصه عبرتناکی را پیشکش شما نماییم که با گوش کردن آن یک عبرت، یک چیز خوب به خود بگیرید. جوان بود با دختر توسط تلفن شناس شد و مدت با صحبت میکرد و روز با هم وقت خوردند و محبتشان باز زیاد شد. آنها با یکدیگر زود وا میخوردند و این جوان میخواست با آن دختر نزدیک شود، ولی آن دختر راضی نمیشد. این جوان به خلاصه آمد که مادرش را به خانه این دختر به خواستگاری روان کند تا این نازیده‌اش زنی حلالی خودش بشود و همین طور هم شد. والدینش را به خانه دختر روان کرد، اما افسوس که والدین دختر راضی نشدند. چندین بار این جوان مادرش را روان کرد، اما والدین آن دختر راضی نشدند. وقتی آخرا بار این جوان ها با یکدیگر واخوردند، این دختر و جوان اجازه داد و گفت من خودم را به تو میبخشم. و در این لحظه به سبب مهربانی الله در دل این جوان یک مهر محبت نسبت الله و ترس الله پیدا شد و گفت بیا ما به خاطر الله جدا می شویم. دختر هم قبول کرد و مدت با هم وانه خوردند. از بین چند مدت گذشت، اما آنها یکدیگر را فراموش کردن نمی توانستند. هر وقتایی که این دختر به یاد این جوان می اومد، او رفته نماز میخوان، قرآن میخوان و هر وقتایی که یادی او میکرد او تسبیح و ذکر الله را میگفت. دختر همچنان این کارها را تکرار میکرد برای فراموش کردن این جوان. مدت از بین گذشت. روز این جوان در خانه اشان به کاروباری خانه مشغول بود. صدای دروازه شد و این پسر رفته دروازه را گشود که والدین آن دختر آنها را به خانه دعوت کرد و پدر و مادر خودشان نیز دعوت کرد. والدین این دختر گفتند وقتی شما به خواستگاری دختر ما آمده بودید، آن وقت ما راضی نشدیم، زیرا دخترمون کسل سرطان بود و خودش هم آگاه نبود. و وقتی او آگاه شد، اجازت آخرین بار با پسرتان واخوردن را از ما گرفت و ما گفتیم اگر سلامتی تو خوب شود ما خودمون به خواستگاری اون جوان می رویم. دکتر با ما گفته بود او تنها یک هفته زنده مانده می تواند. از این سخنها این جوان گریان شد و پدر دختر به نزد این جوان آمد و گفت احوال دخترمون بد شد، ما رو به دکتر بردیم و امروز دکتر به ما گفت احوال دخترتان خوب است و او پورا شفا یافته است و ما از خرسندی به خواستگاری آمدیم.